وقال مجاهد ابن جبر شاگرد ابن عباس رضی الله عنهما مفسر قرآن شرع لكم در زیر تفسیر شرع لكم سوره شورا گفتن که اوصیناک یا محمد و ایاه دینا واحدا، یعنی که ای محمد صلی الله علیه وسلم ما تو را و نوح علیه السلام را و تمام پیغمبران را به یک دین وصیت کردیم. دین پیغمبرها، اصول دین، اساس دین یک است. همه دین ها دعوت به یگانه پرستیدن الله سبحانه و تعالی میکرد و برای برپا داشتن نماز و ادای زکات میکرد. بنابراین امام شافعی، امام احمد و یک چند علما با آیت سوره بینه دلیل می آوردن که الله تعالی میگوید که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. آنها یعنی یهودان و نصارا و آنهایی که از شما پیش گذشتن، آنها امر نشدند مگر به آن امر شدند که الله تعالی را یگانه پرستش کنند، به الله تعالی کسی و چیزی را شریک قرار ندهند، تنها الله تعالی را خالص عبادت کنند و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة، نماز را برپا دارند و زکات را ادا نمایند و ذلک دین القیمه، و این است دین حقیقی، دین حق، دین راست، این است. و در آخرش و ذلک دین القیمه، این است دین حق. و به کلمه دین نماز و زکات را در بالا همراهی ایمان آوردن به الله تعالی و همراهی توحید یک جای ذکر کردن که این دلالت میکند که ایمان هم قول است و هم عمل است. نماز، زکات اینها عملی مالی و عملی بدنی هست. و قال ابن عباس شرعتا و منهاجا سبیلا و سنتا. ابن عباس در تفسیر آیات شرعتا و منهاجا سوره مائده گفتن که شرعت به معنای سبیل و منهاج به معنای سنت است. یعنی دین پیغمبرها در اصول یک است، اما در فروع، در فقه، در مسئله های فقهی، در مسئله های فروع، یعنی در شاخه های شریعت آنها گوناگون هستند. در اصل دین یک هستند. نماز در همه دین ها بود، روزه هم در همه دین ها بود، چخیلی که الله تعالی گفت که ای آنهایی که ایمان آوردید روزه به شما فرض شد چطوری که به پیشینه ها فرض بود. زکات هم همین گونه، نماز هم چخیلی که حضرت عیسی میگن که و مرا الله سبحانه و تعالی به نماز و به زکات امر کرد. یعنی که در دین پیشینه ها این عمل ها وجود داشت. و امام بخاری رحمت الله علیه در این اولین باب که باب قول پیامبر صلی الله علیه وسلم اسلام به 5 چیز بنیاد شد گفتند این آیات ها و این قول ها را از صحابه ها و از بعض تابعین نقل کردن همچون دلیل به آنکه ایمان قول است و فعل است و ایمان زیاد می شود و نقصان می شود.